تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران کلام الله منان قرآن کریم. امیدوارم که تا این قسمت از برنامه آموزش روحانی قرآن کریم شما عزیزان هم به بسیاری از اطرافیان خودتان یاد داده باشید آنچه رو که خودتون یاد گرفتید، چرا که هدف اصلی ما در این برنامه هم یادگیری خود ماست و هم یاد دادن به دیگران تا مصداق این حدیث شریف بشیم که رسول الله علیه السلام فرمودن بهترین شما کسی است که قرآن را فرا گیرد، یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد. در این برنامه هم به همراه شما خوبان و سروران سوره دیگر از سوره های پایانی کلام الله مجید رو مرور خواهیم کرد و کلمات و حروف این سوره عظیم رو هم به تلاوت خواهیم گرفت. سوره مبارکه اللیل که به معنای شب هست. سوره قبلی سوره ضحی بود به معنای روز و به معنای چاشت و این سوره عظیم سوره لیل به معنای شب هست. تصویر آیات زیبای این سوره رو به همراه شما عزیزان مشاهده میکنیم تا تلاوتش رو آغاز بکنیم. سوره مبارکه اللیل یعنی شب. در این سوره الله متعال در ابتدا قسم میخوره به شب و الله متعال خالق آسمان ها و زمین است و کسی حق نداره بگه چرا. الله متعال قسم خورده به آسمان و زمین و قسم میخوره به هر چه که دوست داشته باشد، اما ما را منع کرده از اینکه به غیر نامش و به غیر اسما و صفاتش به چیز دیگری قسم بخوریم. در ابتدای تلاوت با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تلاوت را آغاز می‌کنیم که امر الهی است. الله تعالی فرمود هر وقت قرآن می‌خوانید به الله تعالی پناه ببرید. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واللیل. با فتحه داره صدای ا میگیره. الف وصل که کوچک صاد کوچکی روی اوست در هنگام وصل ما قبل به ما بعد خوانده نمیشه. ول تشدید یک بار به همراه ما قبل خوانده میشه، یک بار به همراه فتحه خودش. ول لی ساکن هم همیشه به همراه ما قبل خوانده میشه. ول لی لی ول لی لی. اذا فتحه بعد شریف وقتی قرار میگیره صدای آ میگیره. هر وقت حرفی فتحه داشت بعد شریف آمد آن حرف صدای آ میگیره و اگر این حرف از حرف صاد، ضاد تا ظا، غین و قاف و خا و را بود اون موقع پر میشه و اگر نبود پر نمیشه که ضاد از اون حروف نیست، نمیشه اذا. میگیم اذا واللیل اذا یغشا. همین که در بین شین و الف اینجا هم اتفاق میفته. اینجا خوانده نمیشه نوشته میشه اما الف خوانده میشه. شین فتحه داره بعدش الف آمده صدای آ میگیره اما پر نمیشه. یغشا واللیل اذا یغشا والنهار. الف در هنگام وصل میفته. لام اینجا خوانده نمیشه. هر وقت 4 حرف واو الف لام و یا در مصحف شریف هیچ علامتی بالا یا پایین آنها نبود خوانده نمیشوند. کلام یکی از اون 4 حرف است، هیچ علامتی بالا و پایین خودش نداره، خوانده نمیشه. تشدید نیاز داره به آخرین حرکت ما قبل. لام حرکت نداره، الف هم نداره. از واو کمک میگیریم میچسبه به نون. ون نه یک بار به همراه واو خوانده میشه به صورت ساکن. ون یک بار با فتحه خودش. ون نه فتحه بعدش حرف صدای آ، ها پر نمیشه. والنهار اذا والنهار اذا تجلى. فتحه بعدش حرف صدای آ، لام پر نمیشه. تجلى والنهار اذا تجلى. وما میم فتحه بعدش حرف صدای آ اما میم پر خوانده نمیشه. وما خلق وما خلق
الف در هنگام محض خوانده نمیشه، لام علامتی نداره، بالا و پایینش خوانده نمیشه. ذال نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، از فتحه قاف کمک میگیریم. خلق الذکر و ما خلق الذکر والانثى. نون علامت ساکنش مخفی شده چون بعد از نون اینجا حرفی قرار گرفته که بعد اخفا بشه. نون رو عزیزان حتما میدانند که هر جا نون ساکن و یا تنوین دیدیم 4 حالت اتفاق میفته. اگر بعد از نون ساکن حرف با بود به جای نون میم تلفظ میکنیم، این قانون رو بهش میگیم انقلاب. اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین بعدش یکی از 6 حرف یا، را، میم، لام، واو و نون قرار گرفت، یرملون میشه اگه سر هم بنویسیم این حروف رو، اون موقع به جای نون ساکن و یا تنوین حرف بعدیش رو تلفظ میکنیم. یک نون ساکن به جاش میشه یک لام ساکن، میم ساکن، یای ساکن. اینو بهش میگیم ادغام. قاعده سوم اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین که 6 حرفی که از حلق قدامشن بود، همزه و ها، عین و ها، غین و خا، آن لحظه نون ساکن و تنوین همون گونه‌ای که هست خوانده میشه، ظاهر میشه. به این قاعده میگیم اظهار. و اگر این سه قاعده اول اجرا نشد، قاعده چهارم اجرا میشه. بعد از نون ساکن و یا تنوین اگر نه با بود، نه حرف حلقی بود و نه حروف یرملون، آن وقت اخفا میشه. نون ساکن از بینی ادا میشه، صدا در بینی مخفی میشه، بهش میگیم اخفا. و جاهایی که این اتفاق در مصحف عثمان طه میفته، شیخ عثمان طه خطاط این مصحف شریف علامت ساکن نون رو مخفی میکنه تا به ما نشان بده که اینجا اخفا میشه. الان در این مثال انثى نون علامتش مخفی شده تا متوجه بشیم که اینجا اخفا میشه. انثى فتحه بعدش حرف صدای آ میگیره، پر هم نمیشه. و ما خلق الذکر والانثى. این علامت مده روی الف، واو و یا قرار میگیره، اما وقتی آخر آیه باشه خوانده نمیشه مگر اینکه ما ادامه بدیم تلاوت رو، بخوایم اینجا توقف نکنیم، اون موقع خوانده میشه. خط بعدی این، اینجا تشدید داریم روی نون. این نونی که تشدید داشت همیشه و میمی که تشدید داشت همیشه، نون و میم، این نون مثلا اینجا، میم اینجا، اینها رو ما مقداری در هنگام تلفظ صدا رو در بینی نگه میداریم. این سعیکم، این سعیکم لشتی، شت فتحه بعدش حرف صدای آ باریک خونده میشه. لشتی فاما میم فتحه بعدش حرف صدای آ میگیره اما باریک خونده میشه، پر نمیشه. خود میم هم مقداری صدا در بینی نگه میداریم مثل نون تشدید دار، میم تشدید دار. فاما من، نون ساکن بعدش همزه آمده، از حروف حلقی است، ظاهر میشه، اظهار میشه. نون به همین خاطر ساکنش هم ظاهر هست چون اظهار میشه. فاما من اعطا، اینجا سریع من رد شدم، اظهار باید سریع رد شد، روی نون نمیستیم. من اعطا، تا فتحه داره بعدش حرف آمده، چی خوانده میشه؟ صدای آ میگیره و تا از اون حروفی است که پر خوانده میشه. صاد، ضاد، تا، ظا، غین، قاف و خاورا. اعطا فاما من اعطا، نمیگیم اعطا، نه اعطا. فاما من اعطا واتقا، وات واو میچسبه به تا، الف در هنگام بس میفته، وات تا، قاف فتحه داره بعدش حرف صدای آ میگیره، پر هم میشه. قاف هم از اون حروفی است که پر میشه. فاما من اعطا واتقا، واتقا وصدق، صدق بال، به میچسبه به لام، الف در هنگام بس هست میشه. بالحسنى وصدق بالحسنى، نون فتحه بعدش حرف پر نمیشه. بالحسنى. خط بعدی نو یس سه رو هو، ضمه هو بعدش یک واو آمده میشه هو، هر وقت ضمه بعدش واو آمد صدای او میگیره. فسنو یس سه رو هو، فسنو یسره، فسنو یسره، فسنو یسره لليسرى،
فتح بعدش الف صدای آ میگیره. را از اون حروفی است که پر خوانده میشه. فسنیسره لليسرا و اما من. اینجا نون ساکن داشتیم بعدش با آمده. این حرف باست اینجا خم شده کلش با این به شکل نوشته میشه. احیانا بعد از نون وقتی ب آمد گفتیم که قاعده اقلاب صورت میگیره، به جای نون میم تلفظ میکنه و همیشه عثمان طاها در نسخه خودش در این مصحف شریف جایی که اقلاب میشه به جای نون قرار میم تلفظ بشه یک میم روش مینویسه. من اینجا به جای نون میم تلفظ میکنیم. چرا؟ آسان تره، چون به خاطر اینکه راحت تر. من بخیل واستغنى و اما من بخیل واستغنى وكذب بال الف در انگام وصل میفته. بالحسنى وكذب بالحسنى. بریم سراغ صفحه بعدی. فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى و ما یغنی کسره بعدش یا صدای ای میگیره. و ما یغنی عنه ساکن بعدش هی اومده از حروف حلقی است ظاهر شده به خاطر ساکنش هم علامت ساکنش هم ظاهر است. عنه و ما یغنی عنه ماله هو بعدش واو اومد صدای او گرفت هو شد. این علامت مد هم روی واو سوا شد تا بکشیمش به اندازه سه انگشت. ماله اذا ترد دال فتحه داره بعدش الف اومده. این یا خوانده نمیشه الف خوانده میشه. این مد هم وقتی است که ما این دو تا آیه رو به هم بچسبونیم. وقتی آخر آیه بخوایم بیستیم مد خوانده نمیشه، فقط یک الف اینجا داریم با این فتحه بعدش الف صدای آ میگیره دا و از حروفی نیست که پر هم بشه. اذا ترد و ما یغنی عنه ماله اذا ترد. این روی نون مقدار توقف میکنیم. این علینا اینجا نون پر نمیشه. هدا دال فتحه بعدش الف صدای آ میگیره پر نمیشه. و این لنا اینجا هم پر نمیشه نون فتحه بعدش الف صدای آ. لنا للآخرة وال او زمه بعدش واو اومده صدای او میگیره. او والاولا لام فتحه بعدش الف صدای آ میگیره. یا که خوانده نمیشه. و این لنا للآخرة والاولا نون اینجا علامت ساکنش مخفی شده چون بعدش زال اومده، نه حروف ارملونه نه باس نه حروف حلقی، اخفا میشه. صدا میره در بینی، مقداری هم روش نگه میداریم. فانذرتكم نارا. اگر اینجا توقف بکنیم الف خوانده میشه. تنوین ان در هنگام توقف الف خوانده میشه. تنوین میپره الفش میمونه نارا میشه و چون را از حروفی است که پر خوانده میشه میگیم نارا. اما اگه ادامه بدیم که بهتر ادامه بدیم تنوین ان بعدش تنوین چی اومده تی اومده مخفی میشه، صدا در بینی میفته. نارا تلظا وای دسته دار خواهر تای دسته دار فتحه داره بعدش الف پر خوانده میشه صدای آ میگیره. صاد و ضاد و تا و ظا این همون ظایی است که ما همیشه میگیم. از حروفی هستن صاد ضاد تا ظا غین و قاف و خاورا وقتی فتحه بگیرن بعدشون الف پر خوانده میشن. تلظا نمیگیم تلظا. فانذرتكم نارا تلظا. لا فتحه بعدش الف صدای آ پر نمیشه.
لا یس لا ها، اینا هیچ کنون پر نمیشن، نه این نه لام نه این لا نه این لا نه این ها. اینجا فقط یک مدم هست باید بکشیم. لا یصلها الا، این به تنهایی میشه الا، الف خوانده نمیشه، لام کس ساکنه، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، الف حرکت نداره، این الف هم حرکت نداره، لام فتحه داره باید بچسبه به این لام. الل اینجا دیگه نمیشه الا، میشه الل اش قا، فتحه اگه اینجا بیستیم بعدش یک الف قرار میگیره، میشه چی؟ اشقا لا یصلاها الا الاشقا الذی، الف وصل وقتی در ابتدا قرار میگیره حرکت میگیره. چطور حرکت میدیم؟ نگاه میکنیم اگر بعدش الف بود فتحه میگیره، همیشه الف وصل وقتی بعدش لام بود، حرف لام چه خوانده بشه این لام چه خوانده نشه، این الف وصل فتحه میگیره. اگر الف بعدش لام نبود فتحه نمیگیره، یا کسره میگیره یا ضمه. چطور کسره و ضمه رو بشناسیم؟ نگاه میکنیم اولین حرکت بعد از الف وصل وقتی لام نبود اولین حرکتش چیه؟ کسره بود بهش کسره میدیم، ضمه بود بهش ضمه میدیم، فتحه بود هم باز بهش کسره میدیم. اما اینجا چون بعدش لام اومده فتحه میگیره. الذی کذب و تولا، فتحه بعدش الف صدای آ، لام پر نمیشه. و تولا الذی کذب و تولا و سیجنبها، نون رو در بینی نگه میداریم مقدارش. و سیجنبها، اینها حرف بعدی ببینیم الف وصل در هنگام وصل میفته، لام ساکنه، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، الف حرکت نداره، میایم این الف حرکت نداره، از ها کمک میگیریم، فتحه ها میچسبه به لام. و سیجنبها الاتقا، قاف فتحه بعدش یا صدای آ میگیره، فتحه اینجا الف هست صدای آ میگیره. اتقا الذی یؤتی ماله، هو ضمه بعدش واو صدای او میگیره، ماله یتزکا اینجا پر نمیشه. الذی یؤتی ماله یتزکا و ما لأحد، تنوین بعدش عین آمده اظهار میشه چون از حروف حلقه است. جاهایی که تنوین ان اظهار میشه اینطور هر دو تا زیر هم مرتب نوشته میشه در مصحف عثمان طاها. این نون علامت نونش مخفی شده، ساکنش علامت ساکنش مخفی شده. چرا؟ چون اینجا اخفا میشه. عنده من نون ساکن اینجا یک نون بعدش هست ادغام میشه اینجا. من نعمت، تنوین باز بعدش تی اومده اخفا میشه. اینجا اظهار داشتیم، اینجا اخفا داشتیم، اینجا ادغام داشتیم، اینجا اخفا داریم. 4 قانون اینجا اجرا شد. و ما لأحد عنده من نعمت تجزا. جیم از اون حروفی هست که گفتیم قاف تا با جیم دال، وقتی که قاف و تا و با و جیم و دال که سر هم قطب جد میشن، وقتی که ساکن باشن مقداری در مخرج هنگام تلفظشون میلرزن. تجزا فتحه بعدش الف صدای آ میگیره. این مدام وقتی است که ما این دو تا آیه رو به هم بچسبیم. تجزا باریک خونده میشه، تجزا الا، اما این الف خوانده نمیشه، به ساکن نیاز داره، با آخرین حرکت ما قبل الف حرکت نداره، این هم حرکت نداره، فتحه لام میچسبه به با. اللب اینجا دیگه نمیشه الا، میشه اللب به هم مقداری میلرزه، از اون حروفی است که در مخرجشون وقتی ساکنن میلرزن. قطب جد به از اون حروف هست. اللب تقو فتحه بعدش الف صدای آ میگیره. غین از اون حروفی است که پر خوانده میشه، صاد و زاد و تا و ضا و غین و قاف و خاورا. اللب ابتغاء وجه ربه، میچسبه این ه به لام. ربه الاعلا
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وا زاد فتحه بعد شریف صدای آ میگیره و پر میشه. ضاد فتحه داره بعد شریف اومده صدای آ میگیره و از اون حروفی است که پر میشه. صاد و ضاد، تا و ضا، غین و قاف و خا و را. اجازه بدید که تا این سوره رو به همراه شما عزیزان یک بار دیگر تلاوتش رو داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنهار اذا تجلی وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. این هم از سوره مبارکه اللیل بود که به همراه شما عزیزان تلاوت کردیم. امیدوارم که عزیزان در این سوره مبارکه هم اگر جای سوالی برای اونها باقی مانده است سوالشون برطرف شده باشه این سوره رو یاد میگیریم و به دیگران یاد میدهیم تا مصداق این حدیث شریف رسول صلی الله علیه و سلم بگردیم که بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد. همچنان به همراه شما عزیزان مسیر تلاوتمون رو ادامه خواهیم داد در سوره های بعدی و در برنامه های بعدی همراه ما باشید. تا برنامه بعد شما خوبان و سروران و بر الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله.